اینجا استان فارس، شهرستان داراب، جنت شهر. اینجا زن و مرد دوش هم دارن زحمت میکشن برای رزق و روزی حلال، جمع آوری محصولشون. زردآلو یه میوه با برکتیه. گلش هم تنها میوه تزیدی گل میکنه، زیدی هم میوهش دست میاد. 20-12 گل میکنه نهایتاً تا شب عید. از پمزه 2 هم برداشت میشه تا 23 پمزه 3. زمانی که نیومدی توی باغ ارزششو نمیدونی. منم این افتخار امروز نصیبم شد که با پا به پای این حاج حمید که صاحب باغ هست براتون زردآلو بچینم. ایشالله نوش جونتون وقتی میرسه دست شما نوش جان میکنید از ما هم یاد کنید. نوش جان، ولی جاتون واقعا خالیه. به به، اتقن شیرین تر، خیلی خوشمزه، جاتون خالی. بفرمایید.